به نام خدا. سلام دوستان عزیز، امیدوارم شب یلدای خیلی خوبی رو داشته باشین. امشب میخوام یه لازانه خیلی خوشمزه براتون درست کنیم. مواد اولیه‌اش 250 گرم گوشت چرخ کرده، 1 کیلو قارچ داریم، مقداری پنیر پیتزا، 2 عدد فلفل دلمه و 1 عدد پیاز بزرگ، یه بسته لازانیا. ابتدا مقداری روغن میریزیم داخل تابه. بعد پیازمون اضافه میکنیم. خوب تفتش میدیم تا طلایی بشه. تا پیازمون سرخ و طلایی بشه، قابلمه آبی هم که گذاشته بودیم برای لازانیامون به جوش اومده. حالا ورق‌های لازانیا رو یکی یکی میندازیم داخل آب. پیازمون که سرخ شد، قارچا رو کم کم اضافه میکنیم یا سرتف میدیم. خوب سرخشون میکنیم. بعد فلفل دلمه‌مون رو اضافه میکنیم. گوشت چرخ کرده‌مون رو تو ظرف جداگونه سرخ میکنیم. بعد به موادمون اضافه میکنیم. تو ظرف دیگه‌مون گوشت چرخ کرده رو میریزیم و تفت میدیم. وقتی خوب سرخ شد، با مواد دیگه‌مون قاطی میکنیم. ادویه‌هاش رو اضافه میکنیم. گوشت چرخ کرده‌مون که خوب به روغن اومد و سرخ شد، با مواد قارچمون مخلوط میکنیم. دوباره به سرتف میدیم. 2 قاشق رب هم داشتیم، ربمون هم اضافه میکنیم. ادویه لازانیا هم اضافه میکنیم به موادمون. من مقدار نمک و فلفلم برای طعمش رو، فلفلاش بیشتر باشه، اضافه میکنم.
موادمون آماده شد. لازانیامون رو آبکش میکنیم، میذاریم که موادمون سرد شه. رو ورقای لازانیا این از مواد لازانیا. سینی توسترمون که از قبل چرب کردیم و میاریم، ورقای لازانیامون رو میذاریم و از مواد پرش میکنیم. به همین ترتیب یکی یکی ورقای لازانیا رو هم قرار میدیم، موادمون رو اضافه میکنیم. ورقه آخر لازانیا رو که گذاشتیم که مواد که کردیم، پنیر پیتزامون اضافه میکنیم. پنیر پیتزامون که ریختیم، سسش به دلخواه خودتونه. من سس گوجه فرنگی و سس تند شمالی رو استفاده کردم. و در آخر آماده که بذاریم داخل توسترمون. اینم سینی رو میذاریم داخل توسترمون روی 120 درجه و تایم 15 دقیقه. خب دوستان عزیز، اینم از لازانیای ما که آماده شد. امیدوارم شما عزیزانم درست کنید، میل کنید، خوشتون بیاد. ممنون از همراهیتون.